اینجا رادیو میلیه. من محسن عزیز. میتونی عزیز صدام کنی و تو عزیز هستی که داری میبینی یا میشنوی. کتاب شازده کوچولو فصل 12. ساکن سیاره بعدی یک دائم الخمر بود. این ملاقات خیلی کوتاه بود، اما شازده کوچولو رو شدیداً افسرده حال کرد. از مرد دائم الخمر که جلوی کلی بطری خالی و کلی بطری پر نشسته بود پرسید: داری چی کار میکنی؟ دائم الخمر غمزده گفت: دارم مشروب میخورم. شازده کوچولو پرسید: چرا مشروب میخوری؟ جواب داد: که فراموش کنم. شازده کوچولو که دلش برای او میسوخت پرسید: چی رو فراموش کنی؟ دائم الخمر سرش رو پایین انداخت و اعتراف کرد: خجالت کشیدن. اما شازده کوچولو که دلش میخواست کمک کنه پرسید: خجالت از چی؟ از مشروب خوردن. دائم الخمر این رو گفت و در سکوتی عمیق فرو رفت. شازده کوچولو بهت زده از اونجا رفت و همینطور که در سفر بود با خودش گفت: این آدم بزرگوار راستی که عجیب غریبه.